سلام آقا به جیگرها که نه همبرگرای من جیگر نداشته متاسفانه. آقا امروز می‌خواستم راجع به یه موضوع خیلی مهمی که من عصبی کرده باتون صحبت کنم. آقا من یه آدمیم که بشه داخل یوتیوب تلاش کرده، سگ‌ها زده، اما خب حمایت نشده. به نتیجه حمایت نشدن به افسوری موقع بگی آقا اسکلی، همونجوری بهتون میگم آقا من اسکل نیستم، چون من بودین شما دیوونه میشدین. خب عرضم بزرگتون من گیمر در حوزه تخصصی کالاف، تخصص فقط در کالاف. ویدیوهای گیم پلی خوب میذاشتم در یوتیوب. قبلیم 3 سال فعالیت کردم، 400 تا ویدیو گذاشتم ولی فقط 600 تا ساب گرفتم، که این یعنی یک فاجعه بزرگ، یک شکست بزرگ. آقا با خودم گفتم، آقا با خودم که نگفتم، اومدم بارو بندیل موقع جمع کردم، برگشتم آقا گفتم آقا یه مشکلی داشتم من. اینم آقا مشکل چیه؟ یه مروری آقا کردم ببینم آقا مشکل کجا بوده، چه کارایی باید میکردم که نکردم و فهمیدم آقا مشکل چیه، مشکل من چی بوده. فهمیدم آقا مشکل دقیقاً خودمه. چرا؟ حالا به خاطر اینکه آقا نرفتم سمت دلقک بازی و باید برم. دلیلی برای موفق شدن در یوتیوب، در کامیونیتی در جامعه کالاف. خب حالا آقا منظورم آقا از این دلقک بازی چیه؟ شاخه داره، خود دلقک بازی نه، شاخه متنوعی ارزم بهتون داره. یکی از شاخه آقا یکی از شاخه های خیلی رایجش کلیک بیت. غیر اون مثلا آقا 6 کاسی پیرای من بهتون میدم، یک کلیک بیت دیگه است. آقا من دارم چیکار کنم؟ به رفیقم تو گیم بگم عزیزم من تو رو وست تو میشکنم، تو فقط اچ پی باش، مثلا سطح اچ پی پر باشه، میریم تو روم، تو اونور تو کاستوم، تو اونور وایسا بته، من بالا فلانجا میپرم، ارزم حضورت 1000 درجه میچرخم، بالاخره از یکی همون 20 شاتی که بهت نمیخوره یکیشون بهت میخوره، من در یوتیوب آپلودش میکنم، میگم به به من خفنم، من فلانم، من حمایت نمیشم، مردم حمایت میکنن. یه راه دیگه ارزم بزرگتون چیه؟ آقا دختر باشی، بنزه بیرون ویو بگیری. البته آقا بهتون بگم من اصلا با همه دخترها جمع نمی‌بندم، ما قطعا دخترای خیلی خفن و که و از هم دوتون محتوای سالم دارن فعالیت میکنن داریم که بی‌نظیرن. خب ما جدا هستن، مشکل اصلا حوالان که اسیر می‌کردن تر زدن توی کامیونیتی و کل ایران هم همینجوری هست. خب بگذاریم حالا دور نشیم این فضا. خب آقا یه افرادی مثل من، خب یا ابوالبوز، هادیکن، مادرتور، هرمان سی فکر کنم، برای هرمان سی دیگه ارزم بزرگتون خیلی پلیر تورنمنت پلیر و رنکینگ پلیر خیلی جذاب بریم. رنکینگ بچه نه رنک کالافا، مثلا همون تورنمنت با داخل کاستوم بری جو چیزاست. خیلی همچه پلیرایی داریم که آقا حمایت نمیشن، با اینکه آقا بعضیشون قهرمان جهان شدن، قهرمان بازی شدن که پول‌ها و جایزه‌های بسیار زیاد دارن و این پول‌ها و جایزه‌های بسیار زیاد آقا تمامی افراد جهان جمع میکنن برای برنده شدن و این برنده شدن چی میشه؟ و این پول زیاد باعث میشه آقا برنده شدن همچین مسابقات به شدت دشوار باشه. اینا کار انجام دادن و چندین بار هم انجام دادن اما خب حمایت نمیشن، چیز خیلی بدیه. به خاطر همین آقا، به خاطر چیزه، به خاطر این آقا ارزش گیم پلی اومده پایین، ارزش دلقک بازی رفته بالا، خیلی رفته بالا. گیم پلی انگار صفر ارزشش، خیلی چیز بدیه. آقا مثلا یه کسی مثل من که آقا بلد نیست دلقک بازی در بیاره، کنارش دختر نیست، مثلا من نمیتونم با دختر رابطه خوبی برقرار کنم، یا مثلا آقا دختری از من خوشش نمیاد، نمیتونم آقا ویو بگیرم واسه از اون و هر چیزی دیگه. متاسفانه میگم آقا من راضی ام، اصلا مشکل ندارم. آقا هر فصلی بچه با کیای بزرگای این کامیونیتیه، بزرگا کله گنده هاست، از اونها آقا خواهش دارم که بیان آقا دوباره ارزش گیم پلی رو آقا برگردونن به دوران قدیمش، به اوج خودش برسه. کسایی که آقا تخصصی کالاف تو یوتیوب کالاف نظرم با خود گیم پلی، با خود گیم ارزش داشته باشه، نه به چیز خارج از گیم ببرن بالا، دوباره برگرده به موضوع قدیم و این ما رو از جهنم این بدی گیم پلی که اصلا افتاده بیرون نجات بدن. ازشون خواهش میکنم اگر ویدیو رو ببینن که احتمال زیاد اصلا نمیبیننش، خب شما اصلا معلومه این ببینین یا نبینین. و که آقا دیگه تمام، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اولین ویدیو این سبک من بود، اگر بدی خوبی صدام عقب جلو بود، انیمیشن ها زودتر دیرتر می اومدن
معذرت، ایشالله براتون جبران کنم ادامه ایده به تو بسازم. اگر اینجوری سبک خوشتون میاد بگین آقا با کارا تلفیقش کنم، یه چیز جذاب‌تری براتون بسازم. فعلا